تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو خبر داد که روز 27 اپریل سال 2024 دادگاه نوع بسمانی پایتخت روسیه درخواست تفتیشات را خانه ساخته باز یک نفر متهم به دست داشتن در حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو را به حبس گرفت. جمعخان بیگیجانوویچ برای 26 روز یعنی تا 22 ماه سال 2024 به حبس پیشگی گرفته شد. او نیز بر اساس ماده 205 قسم 3 بند به کودکس جنایی روسیه به دست داشتن در حمله تروریستی ایبدار می شود. خود جمعخان قربانوف 21 ساله یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات که تلگرام کانال دادگاه شهر مسکو اقتباس کرده است، گویا قربانوف نقش جنایی تامین پول برای تیار کردن عمل تروریستی از جمله تامین اعضای گروه متشکل با واسطه علاقه مبیلی و پرداخت پولشان را به دوش داشته است. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر هنوز میسر نشده است. مقامات تفتیشاتی و دادگاه درباره شخصیت جمعخان قربانوف و ایبنامه ضد او تفصیلات دیگر ندادند، ولی رسانه‌های روسی با تکیه به منابع خود خبر دادند که گویا او برای عاملان حمله کراکوس تلفن‌های موبیلی داده پول خدمت رسانی‌های شرکت‌های موبیلی را نیز پرداخت می‌کرده است. بر رسانه‌ها همچنین معلوم شد که جمعخان قربانوف سال 2003 در نوع فرخور در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده در مسکو غیر قانونی به سر می‌برد و نیز غیر قانونی کار می‌کرد. بنا به گزارش‌ها او در هاستل در حدود نویه خاروشوه در شمال مسکو همراه با برادرش سوراب قربانوف زندگی می‌کرده است. یک کارمند این هاستل برای نووستی گفت که همراه جمعخان قربانوف برادر او را هم دستگیر کرده بردند، ولی درباره سرنوشت او دیگر چیزی به آنها معلوم نیست. هنوز معلوم نیست که آیا تفتیشات سوراب قربانوف را نیز مثل برادرش به دست داشتن در حمله خونین کراکوس ایبدار می‌شمارد یا نه. درباره بازداشت شدن او در چارچوب پرونده این حمله تروریستی یگان خبر تا حال به دست نرسیده است. شام 22 مارس سال 2022 افراد مسلح وارد تالار کنسرت‌های کراکوس سیتی هال در کراسنوگورسک شده ازدحام را تیرباران کردند. این حمله 145 کشته به جا گذاشت. بر اثر این تیرباران 40 نفر و باز 105 نفر دیگر در سوختاری که بنا را فرا گرفت کشته شدند. در عموم با اتهام مربوط به حمله تروریستی کراکوس در روسیه تا امروز 19 نفر دستگیر شدند که 17 نفرش از تاجیکستانند.